سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از آلمان. دوستان عزیز، ما آمدم به دیگر شهری آلمان و نصیب باشه ما از تمام کوچه و خیابان نصیب باشه نوار بگیرم و نگفتن همانا. دوستان عزیز، خیلی شهر زیبا، شهر دیدنی و ما فعلا قرار دارم در لب بحر، در لب دریا یا در برزین شهری ساربروکن آلمان و شما دعوت می‌کنم دوستان عزیز برنامه ما را تعقیب کنید، در کانال یوتیوب ما سر بزنید، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و زنگوله بیمی را برای همیشگی فعال بسازید. دوستان ان شاء الله این دفعه هوا بارونی هم بود، افسون برآمد و این طرف ببینید دوستان خیلی جاهای زیبا و دیدنی هم داره باشن. با ما باشید و نزدیکی ان شاء الله کانال برنامه در کانال ما پخش می‌گردد. دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در شاهراه لیبخ و شهر ساربروکن. میریم طرف شهر ساربروکن و نگفتن نماند شهر ساربروکن در غرب آلمان جایگیر شده است و تقریبا 180 تا 200 هزار اهالی داشته است این شهر و خیلی هم شهر زیبا هم است. با ما باشید تا آخری برنامه را بیننده باشید. بریم طرف این شهر. این هم چنانچه گفتیم دوستان عزیز شاهراه شهر لیبخ و طرف شهر ساربروکن و نگفتن همانا شهر ساربروکن هم سرحد بوده است با فرانسه، قدرم نبوده است، هم سرحد بوده است. شهری سرحدی آلمان به حساب میرفته است. بعضی جا سخت بارون، بعضی جا کم بارون. دیگه پاکی همه خیلی چی نعمت خداوند دیگه بارون ها. دوستان ما میده وارد شهر ساربروکن شدیم. اگر در نوارهای شما معلوم باشه اینجا پروژکتور استادیوم متو است، استادیوم کلانترین شهر ساربروکن. خدا خواه بارون در اینجا کم شده است چون نوارا باید خوب بیاید. این هم شهر ساربروکن سر میشه. این هم دوستان عزیز استادیوم همون شهر و شهر خدا بگیره سپرینتر غم داد. این شهر ساربروکن هم سر شد. اولین کوچه و خیابان های این شهر. درآمدگاه شهر ساربروکن، شهر خیلی کلان هم است. چون گفتیم با اهالی 180 تا 200 هزار نفره این شهر گنجایی داشته است که اهالی داشته یا نفوذ داشته است. دوستان عزیز، ما وارد شهر ساربروکن شدیم. دیگه پاکی یکی از کوچه ها و خیابان های این شهر و ما میریم طرف مرکز.
این هم دیگه کوچه و خیابان‌های شهر. امروز راست دیگه روزهای استراحتی است، روز شنبه است یا که یک شنبه دیگه. آدم هم گفتی که چندان قضیات نیست و ماشینم این هم دیگه کوچه و خیابان‌های شهری سهم بکن. خب بینم دیگه کوچه و خیابان های شهر و این طرف هم گستینیڅه و هتل و نمیفهم بانک و رستوران و چیزا. خیلی شهر زیبا هم بوده است. دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در مرکز شهر ساربروکن و میریم طرف های دیگه خیابان های شهر و نصیب باشه این طرف میریم. این طرف وокزال یا ژد وокزال یا افتا وокزال چی میگیم گاغ یا همو ترمینالی که و دیگه سمت های آلمان میروند مردم. اونجا بوده این طرف با اینجا با گالری اروپا جای تماشا با. خیلی شهری تازه هم بوده است، شهری دیدنی هم بوده است و نگفتن امانه یکی از شهرهایی که توریستش بسیاره یا گردشگرش همین شهر بوده، چون خیلی گردشگر خیلی دیگه مردم گفتی که پاکی دیدیم در اینجا با زبانهای مختلف گپ بزدن و نگفتن امانه. دوستان عزیز، در این شهرهایی که ما هم هستیم برادرای تاجیک ما و شما هم هستن. چندین گفتی که تاجیکا رو دیدیم و همزبانهای خود دیدیم، همزبانهای مثلا مثل برادران ایران، برادران افغانستان، برادران تاجیک های دیگر، مقیم های کشورهای دیگر. خب میریم دیگه طرف های شهر. دوستان عزیز، این ساختمانی رو بروی مثلا نوارهای ما قرار دارد، ساختمانی وокزال یا که چی میگیم خدمه ترمینال و از طرفش رستوران و شاپینگ ها و گفتی که مغازه های تجارتی. این طرف ده خیلی سرآدم هم بوده است و در این شهر هم چی میگم تراموای هم بوده. این تراموای شهری ساربروکن. خب با ما باشه دوستان عزیز. دوستان عزیز، در اینجا چون پیشتر گفتم ترانسپورت ها خیلی خوب برآمده است. مثلا این ترانسپورت که شما میبینید وокزال اتوبوس هم اینجا هست و تمام شهرهای اروپا از اینجا میشه رفتن. ببینید کجا ما اومدیم. خیلی زیبا هم هست جاده و خیابان. خب این طرف هم اما ایستگاه های اتوبوس ها. اینجا گفتی که پارکینگ سماکت ها و ویلیکو هستن. پول پرداخت میکنی میگیری میره لوبوج شهر در وقت مناسب. وقت هم گفتی که هدر نمیتی سری وقت میرسی به جایی که رفتنی باشی. در لوبوج شهر با میمونیش میره. خب یه هم دیگه طرف های وокزال یا همون ترمینال. دوستان عزیز، ما واردی وокزال شدیم. اینجا چندین لیفت های هست که بعد دیگه توقع میبرن. یا زیر زمینی ترمینال که اینجا اینا هست پلتفرم های هر گونه شماره هاشون نوشتگی هست و هر سمت که برای چیش نوشتگی هست. خب ما میریم دیگه طبقه بالا ببینیم که در طبقه بالا چی گپ هست. اینا میره طرفی بالا. خب دوستان عزیز، ما اینا بالا شدیم
و این طرف هم پاییزهایی که با دیگه سمت‌های شهرها میروند. ده چند خط بوده است ببینید سام دوستان عزیز، ببینید چقدر شهر کلانه و چقدر خطی بسیار داره و تمام نقاط‌های اروپا و آلمان از اینجا بتونید سفر بر کنید و پاییز ببینید چقدر هست پاییز تیز رفتار، هست پاییزهای آهسته میرفتگی و درون شهری هم هست و بیرون شهری هم. خب بریم دیگه طرفا.